کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان خبر داد که روز 30 مارس سال 2022 در برخی ناحیه‌های جنوب ولایت ختلان چنگباد می‌وزد. در ناحیه‌های کوهستان تابع مرکز از ولایت سوخت فرو ریختن ترمه‌ها پیش بینی شده. انتظار می‌رود که در ناحیه‌های کوهدامن تابع مرکز و ولایت ختلان سیل بیاید. در این رابطه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اهالی خواسته است که تا بهتر شدن آب و هوا، اشتراندن چاروا در چراگاه‌ها و رفتن به ماهیگیری یا شکار خودداری کنند. کمیته اهالی همچنین خواسته است که چاره‌های بی‌خطری شخصی را رعایت کرده از سفر به کوهستان از جمله برای جمع‌آوری زنبورق و دیگر گیاه‌ها خودداری نمایند. از اهالی همچنین خواستند که جویبارها و سیلراه‌ها را در اطراف خانه‌های خود تازه کنند. کمیته همچنین از رانندگان خواهش کرده است که در راه‌ها و عقبه‌های کوهستان شرایط آب و هوا را به نظر بگیرند و واسطه‌های نقلیات خود را از پیش آماده کنند. از رانندگان همچنین خواسته می شود که قاعده‌های حرکت به خصوص سرعت را قطعاً رعایت کنند.